جونکو فوروتا یه دختر زیبای ژاپنی بود که با پدر و مادر و 2 برادر خودش زندگی میکرد. او در دبیرستان یه دختر باهوش و زیبا و محبوب شناخته میشد و اون آرزوی اینو داشت که یک خواننده و آیدل ژاپنی بشه. میانو پسری بودش که از دوران دبستان سابقه رفتارهای مشکل ساز، دزدی از مغازه و آسیب رسوندن اموال مدرسه رو داشت. اون توی مدرسه از فروتا درخواست رابطه کرد، اما فروتا قبول نکرد و این مسئله باعث خشم او شد. تاریخ 25 نوامبر 1988 میانو و رفیقش میناتو به قصد دزدی و تجاوز به زنان محلی در اطراف میساتو تردد می‌کردند. در ساعت 8:30 بعد از ظهر اونها فروتا رو که در حال دوچرخه سواری به سمت خانه‌اش بعد از تموم شدن شیفت کار پاره وقتش بود دیدند. به دستور میانو میناتو فروتا را از رو دوچرخه‌اش هل داد و از صحنه فرار کرد. میانو به بهانه کمک به فروتا به اون نزدیک شد و به اون پیشنهاد کرد که با خیال راحت به خانه‌اش برود. پس از اینکه اعتماد فروتا رو جلب کرد، توی یه انبار به اون تجاوز کرد و دوباره توی هتلی در همان نزدیکی اونو تهدید به کشتن کردش. میانو به دوستانش گفتش که من تونستم به فروتا تجاوز کنم و اونها هم از اون خواستن تا اونو بیاره اسیر کنه تا همگی با هم بتونن به اون تجاوز کنن. حوالی ساعت 3 صبح میانو فروتا رو به پارک نزدیکی بردش و اونجا دوستاش اومدن و اونو با خودشون به خونه یکی از دوستانشون بردن. اون خونه که متعلق به پدر و مادر میناتو بود خیلی زود به پاتوق همیشگی اونها تبدیل شد. اونها آدرس خونه جونکو را از توی کوله پشتیش پیدا کرده بودن و اونو تهدید میکردن که اگر با ما نیایی و بخوای مقاومت کنی یاکوزا خانواده تو رو خواهد کشت. در 27 نوامبر والدین فروتا در مورد ناپدید شدن او با پلیس تماس گرفتند. اونها برای اینکه نذارن تحقیقات بیشتری اتفاق بیفته، جونکو رو مجبور کردن تا 3 بار با خانواده‌اش تماس بگیره و اونها رو متقاعد کنه که فرار کرده و داره با دوستانش زندگی میکنه. روزهایی که والدین میناتو توی خونشون حضور داشتن، اونها تظاهر میکردن که فروتا دوست دختر میناتو هستش. اما بعد از مدتی اونها متوجه شدن پدر و مادر میناتو قرار نیست به پلیس گزارشی بدهن. برای همین دیگه این تظاهرم گذاشتن کنار. والدین میناتو در دادگاه بعداً ادعا کردن که ما از پسرمون و رفتار خشونت‌آمیزی که با ما داشت میترسیدیم. برای همین مداخله نکردیم. در شب 28 نوامبر میانو 2 پسر دیگر رو هم به همراه خودش به خونه میناتو برد. اونها به جونکو دارو دادن و وقتی که جونکو میخواست فرار کنه به سمت اون حمله ور شدن، پاهاشو گرفتن و بالش رو روی صورتش گذاشتن. زمانی که فروتا سعی کرد فرار کنه و از ترس جیغ میزد، میانو پاهاشو گرفت و ایهارا بالش رو روی صورتش گذاشت تا صدای جیغهاش بیرون نره و سپس گروهی به تجاوز به اون پرداختن. در این مدت اون بدون اینکه پلک بزنه و با بهت و شوک زده به سقف خیره شده بود. این گروه فروتا را به مدت 44 روز در اقامتگاه میناتو اسیر نگه داشتند و بارها او را مورد ضرب و شتم و تجاوز و شکنجه قرار دادند و از مردان و پسران دیگر نیز دعوت می‌کردند تا به اون خونه بیان و به اون تجاوز کنند. اونها اونو مجبور می‌کردند تا برهنه با موسیقی مقابل اونها برقصه و خود ارضایی انجام بده. و اونو نیمه شب با لباس بسیار کمی در بالکن رها می‌کردند. اونها اشیاء زیادی و از جمله کبریت روشن، یه میله فلزی و یک بطری رو در واژن و مقعد اون فرو می‌کردن و همچنین ترکیبی از الکل و شیر و آب رو به زور به اون میدادن. اونو مجبور می‌کردن تا چندین سیگار رو یک جا به طور همزمان بکشه و تینر رنگ و استنشاق کنه. میانو بارها و بارها پاها و دستای فروتا رو با آتش فندک سوزوند. در پایان دسامبر دیگه فروتا به خاطر کم غذایی و اینکه چیز زیادی نخورده بود به شدت دچار سوء تغذیه شد. او به دلیل جراحات شدید و سوختگی‌های عفونی حتی نمیتونست به راحتی دستشویی بره. ظاهر و چهره فروتا به خاطر شکنجه‌های وحشیانه‌ای که شده بود به شدت تغییر کرده بود. صورتش اونقدر متورم شده بود که به سختی میشد چهره‌شو تشخیص داد. بدنش هم به شدت فلج شده بود و بوی گندیدگی میداد، طوری که کم کم 4 پسر علاقه جنسیشون رو به اون از دست دادن. بنابراین یه پسر 19 ساله رو بودن و توی همون خونه حبس کردن و به تجاوز گروهی به اون پرداختن.
در 4 ژانویه 1989 میانو بعد از اینکه یه بازی ماژونگ در برابر شخص دیگه‌ای باختش، از شدت عصبانیت مایع فندک رو روی بدن فروتا ریخت و اونو آتیش زد. گویا فروتا تلاش کرد اول آتیش رو خاموش کنه، اما بعد از اون به تدریج دیگه واکنشی نشون نداد. اونها شروع کردن به مشت زدن به بدن اون، شمع روشن کردن و موم داغش رو روی صورتش چکاندن. 2 شمع کوتاه روی پلکاش گذاشتن و اونو مجبور کردن که ادرار خودش رو بنوشه. به اون به شدت لگد زدن، طوری که اون افتاد روی یه دستگاه استریو و به شدت دچار تشنج شد. از اونجا که خونریزی داشت و چرک از سوختگی‌های عفونیش بیرون می اومد، 4 پسر دستهای خود را در کیسه‌های پلاستیکی پوشونده بودن. چندین بار یک توپ ورزشی آهنی رو روی شکمش انداختن و تقریبا نزدیک به 2 ساعت انواع شکنجه و کتک ها رو به اون کردن. فروتا در نهایت تسلیم جراحاتش شد و درگذشت. اونها جسد اونو داخل یه پتو پیچیدن و داخل یک کیف مسافرتی جاسازی کردن. سپس جسد اونو داخل یک بشکه بزرگ گذاشتن و اونو با بتون پر کردن. و در نهایت بشکه رو در یک کامیون سیمان در کوتو توکیو دور ریختن. فروتا که عاشق برنامه تومبو بود و روزی که اونها رو بودنش میخواست بره خونه تا اون برنامه رو نگاه کنه. در طول مدت اسارتش بارها به اونا التماس کرده بود تا بذارید برنامه رو ببینم. برای همین میانو نوار ویدئویی اپیزود رو پیدا کردش و در کیف مسافرتی گذاشت. بعدها اون گفت که دلیل این کارش ترحم به فروتا نبوده، بلکه نمیخواسته این نوار دلیلی باشه برای اینکه اون به عنوان یک روح برگرده و اونو تعقیب کنه. پلیس روز بعد بشکه جسد فروتا رو پیدا کرد و از طریق اثر انگشت فروتا شناسایی شد. در آوریل 1989 متهمین دستگیر شدند. هیروشی میانو که رهبر این جنایت بود به 20 سال حبس محکوم شد. حبس 20 سال دومین محکومیت طولانی مدت در ژاپن قبل از حبس ابد است. میناتو هم بعد از آزادی پیش مادرش رفت و با اون زندگی کرد تا اینکه دوباره به اتهام اقدام به قتل دستگیر شد. جو اوگورا هم 8 سال توی زندان نوجوانان بود، اما گفته میشه که اون به نقشی که توی رو بودن، تجاوز و شکنجه فروتا داشته افتخار میکنه. یاسوشی واتانابه هم 5 تا 7 سال حبس گرفت. در سال 2004 اوگورا دوباره به اتهام کشتن مردی به زندان افتاد. دوستای گلم، اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین و زنگوله اون رو روشن کنین تا با ویدیوهای دیگه در خدمتتون باشیم. فعلا